یه سوالی که زیاد از من پرسیده میشه اینه که ما چطوری میتونیم کامپیوتر، شبکه، برنامه‌نویسی یا هر چیز دیگه رو یاد بگیریم؟ کلاس حضوری بریم، پادکست گوش بکنیم، ویدیو ببینیم یا کتاب بخونیم؟ کدوم یکی رو انجام بدیم؟ ببینید بستگی به سبک یادگیری شما داره. شما توی کدوم سبک قوی تر هستید؟ اگه شما با کلاس حضوری بهتر یاد میگیرید، برو کلاس حضوری. اگه با ویدیو دیدن بهتر یاد میگیری، بشین یوتیوب ببین. پس به شما بستگی داره که کدوم رو انجام بدید. آدما رو به صورت کلی میتونیم به 4 دسته تقسیم کنیم. کسایی که خواننده هستن باید حتما کتاب بخونن یاد بگیرن. کسایی که شنوندن پادکست گوش بکنن یا چیزای دیگه. کسایی که بینندن باید ویدیو ببینن، تمرین بکنن. یا کسایی که دسته 4 هستن و باید حتما کلاس حضوری برن. ببینید شما جزء کدوم دسته اید. وقتی بتونید بفهمید جزء کدوم دسته هستی و قدرت خودت رو پیدا بکنی، خیلی سریعتر و بهتر میتونید یاد بگیری. پس شما باید بفهمید که جزء کدوم دسته هستید. یه ویدیو کامل ساختم در مورد این 4 دسته و روش یادگیری توضیح دادم. لینکش رو اینجا واسهتون میذارم، بزنید